این آینده تولید برق توسط نور خورشیده. این یکی از بزرگترین مزرعه خورشیدی تولید برقه. ولی اینایی که میبینید هیچ کدوم پنل خورشیدی نیستن. تک به تک این صفحه‌ها آینه‌هایی هستن که توسط یک کامپیوتر طراحی شدن که به صورت اتوماتیک با حرکت نور خورشید تکون بخورن و نور خورشید رو روی یه نقطه از این برج متمرکز کنن. شاید پیش خودتون فکر کنید که نوک این برجک یک پنل خورشیدی خیلی قوی داره، ولی باز هم در اشتباهید و اینطور نیست. نوک این برجک پر از نمکی که وقتی تمام نور خورشید به اون نقطه متمرکز میشه، دمای اون نقطه به بالای 600 درجه سانتیگراد میرسه و نمک‌های داخل این مخزن رو ذوب میکنه و بعد از ذوب شدن به سمت پایین حرکت میکنن. این نمک‌های ذوب شده دمای خودشونو به یک مخزن آب میدن و تمام آب اونجا رو تبخیر میکنن. حرکت بخار آب توی این محفظه توربینا رو میچرخونه و در نهایت برق تولید میشه. ولی اینجا یه سوالی پیش میاد، اونم اینه که چرا از نمک استفاده میکنن؟ چون که نمک ارزان‌ترین و رایج‌ترین مواد معدنیه که میتونه توی حالت مایع دمای خودش رو تا زمان خیلی زیادی حفظ کنه و تا پایین اومدن و رسیدن به مخزن‌ها دمای خودش رو حفظ کنه و دماش تغییری نمیکنه. این روند هوشمند باعث شده حتی زمانی که نور خورشید نیست، یعنی توی شب، هم باز برق تولید بشه و این یعنی آینده تولید برق حتی در زمانهایی که منبع انرژی خورشید هم وجود نداره. حالا تو بگو بهترین روش تولید برق چیه؟